و هوا خیلی گرم است. مردی را میبینی که عرق بدن و لباسش را ترک کرده است. از او نفرت مکن. در ماشینت را بکشا و او را با خود بگیر. شاید نجاتی تو در این باشد. بسیار خسته به خانه می درآیی و با خود کمبودی های خانه را آورده ای. مادرت از تو می پرسد آیا برای من شیر آوردی؟ تبسم کرده بگو حاضر می آرم. شاید دعای او سبب نجات تو باشد. پدرت به تو می گوید ای فرزندم بیا مرا به بیمارخانه ببر. با یک شادی بگو خوب پدر جان. به تو می گوید خداوند به تو برکت دهد. شاید این سبب نجات تو باشد. تو نماز میخوانی و فرزندت در اطراف تو بازی دارد و ناگهان به پشت تو سوار می شود و تو در سجده ای. غضب مکن و این فعل کودکانه او را تحمل کن و سجده ات را درازتر کن. شاید این سبب نجات تو باشد. و کارگری که در گرمای سخت کار می کند و آفتاب او را خسته کرده است تو برایش آب خنک می دهی. شاید این سبب نجات تو باشد. مقداری از دانه های گندم را در جایی میگذاری تا پرندگان از آن استفاده کنند. شاید این سبب نجات تو باشد. در راه پرتوی را میبینی و آن را از راه دور میکنی. شاید این سبب نجات تو باشد. از بقیه خوراکی تناول کرده‌ات برای گربه میگذاری. شاید این سبب نجات تو باشد. بعضی ها تو را دشنام میدهند و تو میگویی خداوند شما را ببخشد. شاید این سبب نجات تو باشد. آیه را از کتاب خداوند تلاوت میکنی و آن اشک چشمت را میریزاند. شاید این سبب نجات تو باشد. از نزد جوانان میگذری که آنها گناه دارند می ایستی تا آنها را نصیحت بکنی. شاید این سبب نجات تو باشد. زنی نیم عریان را میبینی و چشمت را از نگاه به آن باز میداری و برایش طلب هدایت و آمرزش میخواهی. شاید این سبب نجات تو باشد. یکی در حق تو خطا میکند و تو میخواهی او را دشنام دهی و بزنی، اما این سخن خداوند را به یاد میاری که میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. قهرت را پس میکنی و از گناهش میگذری. شاید این سبب نجات تو باشد. چگونه ای که محمد نابلوسی میگوید سوگند به آن خدایی که غیر او خدایی نیست. اگر تو مرچه ای را از غرق شدن نجات دهی این عمل نزد خداوند فراموش نمی شود. ما نمیدانیم شاید آن عملهای کوچکی که نظرمان آنها را نمیگیرد شاید این عملها ترازوی اعمالمان را در روز قیامت وزنی کنند. پس هیچ کاری خیری را نادیده نگیرید. همیشه پیش از انجام هر عملی بگو شاید این سبب نجات من باشد و بعد میبینی که حیاتت به یک مسابقه پی در پی در انجام کارهای نیک می‌گردد.